من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب. الحمد لله ما دام الوجود له، حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله ما دام الوجود له، حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. اگر این گونه است که دلهاتون منور شده به نور ایمان، مزین شده، در وجودتون احساس میکنید محبت، علاقه به دین، محبت الله دارید، در لابلای همه فتنه ها، مشکلات و موانع گوناگون با عشق و علاقه دارید گام برمیدارید، موانع رو پشت سر هم میگذارید و از کفر و فتنه ها بیزارید، بدانید که به زور بازو نیست، به زور بازوی انسان نیست. اگر پشت سر این محبت ایمان و این علاقمندی به دین و این تلاش و همت و این بیزاری از کفر، اگر پشت سر همه اینها فضل پروردگار و منت الله جل شأنه نبود، شما نمیتونستید قدمی رو بردارید در صراط مستقیم. سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى عطائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلم، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا. چون صراط مستقیم بر سر اون دو طرف این صراط مستقیم و راه خدا و راه بهشت، دو طرف اون چنان شیاطین انس و جن و در رأس اون ابلیس کمین گرفته‌اند، با تمام قوا و نیرو تلاش میکنن که مؤمن رو به در بکشونن، به انحراف بکشونن، گمراه بکنن، با وسوسه های گوناگون، با زرق و برق ها، با فتنه ها، با دعوت ها، با موانعی که ایجاد میکنن، به طرق مختلف با تمام نیرو اومدن که ایمان رو از تون بگیرن، شما رو گمراه بکنن، بدبخت و بیچاره بکنن. اما فضل خدا و توفیق خدا و نعمت پروردگار و منت الله هست بر شما اگر مؤمنی، اگر راه ایمان رو ادامه میدهید، اگر با لذت و حلاوت بندگی میکنید، اگر از کفر و فتنه و کفرگویان و دهنکجان بیزارید، متنفرید، گریزانید، اینا همه به خدا نسبت بدید، در توان شما نیست. فضلا من الله، این فضل پروردگار است، این نعمت الله جل شأنه که خداوند بهتون بخشیده به شما مؤمنین. پس خدا رو شکر بکنیم، اینه که در برابر هر بندگی حمد خدا بکنیم، در برابر هر توفیقی، هر نعمت معنوی که بالاخص داریم شکر خدا بکنیم و بزرگترین نعمت رو همین نعمت توفیق بندگی رو بدونیم و همیشه دلهامون، دستهامون، وجودمون به سوی الله جل شأنه باشد، از او بطلبیم
درخواست بکنیم. تعجاز عن إصلاح ما فسدا الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل.